سلام و درود به همه شما عزیزان. خوش اومدید به قسمت جدید کانال ما. من تینا هستم و خب امروز هم الکس همراهمونه. Hello, everyone. Great to see you back. So today we have an exciting topic for you. در قسمت قبلی ما جملات ضروری برای تعاملات روزمره، محیط کار و برنامه ریزی رو یاد گرفتیم. یادتونه جملاتی مثل یعنی Could you please repeat that؟ یا I appreciate your assistance. امیدوارم اون جملات رو تمرین کرده باشید. And I hope you've been practicing. Today, we're focusing on something you do every single day, your daily routine. بله، امروز میخوایم یاد بگیریم چطور درباره روزانمون به انگلیسی یعنی صحبت کنیم. از صبح تا شب. این خیلی کاربردیه چون در مکالمات روزمره همیشه از این جملات استفاده میکنیم. آماده اید؟ بریم شروع کنیم. خب، اول صبح. وقتی از خواب بیدار میشید به انگلیسی چی میگید؟ I wake up at 7 o'clock. I wake up at 7 o'clock. کلمه wake up یعنی بیدار شدن. الکس، اگه بخوام بگم یعنی ساعت 6 صبح بیدار میشم چی بگم؟ You say, I wake up at 6 in the morning. یا I wake up at 6 a.m. بیایید با هم تمرین کنیم. من 3 بار میگم، بعد از هر بار شما تکرار کنید. I wake up at 7 o'clock. حالا شما بگید. Sure, I wake up at 7 o'clock. یک بار دیگه. I wake up at 7 o'clock. عالیه. حالا خب بعد از بیدار شدن اولین کاری که انجام میدید چیه؟ معمولاً دوش میگیریم، درسته؟ Exactly. I take a shower. I take a shower. توجه کنید که میگیم take a shower، نه مثلا do a shower یا make a shower. الکس، چرا میگیم take؟ That's just how we say it in English. We take a shower, take a bath, take a break. It's a, common collocation. یعنی یک ترکیب ثابت زبان انگلیسیه. بیایید تمرین کنیم. I take a shower. I take a shower. خیلی خوبه. بعضیا صبحها دوش میگیرن، بعضیا شب. شما کدومید؟ حالا بعد از دوش موهاتون رو خشک میکنید. I dry my hair. I dry my hair. یا اگه یعنی سشوار استفاده میکنید. I blow dry my hair. I blow dry my hair. کلمه blow dry یعنی سشوار کشیدن. بیایید تمرین کنیم. I dry my hair. و بعد لباس پوشیدن. I get dressed. I get dressed. دقت کنید که میگیم get dressed. نه مثلا wear clothes برای این عمل. الکس، تفاوتش چیه؟ So, get dressed means the action of putting on your clothes. Wear means you already have them on. For example, I'm wearing a blue shirt. پس get dressed برای عمل لباس پوشیدنه و wear برای زمانی که مثلا لباس تنتونه. تمرین کنیم. I get dressed. I get dressed. حالا بریم سراغ صبحانه. صبحانه خوردن به انگلیسی چی میشه؟ I have breakfast. Or I eat breakfast. I have breakfast یا I eat breakfast. هر دو درسته. الکس، کدوم رایج تره؟ Both are common, but have breakfast sounds more natural in everyday conversation. پس بهتره بگیم have breakfast. بیایید با هم بگیم. I have breakfast. I have breakfast. و اگه بخواید بگید صبحانه‌تون چی بوده؟ I have coffee and toast for breakfast. یعنی من قهوه و نان تست برای صبحانه میخورم. یا I have eggs and juice for breakfast. تخم مرغ و آب میوه. حالا یه سوال. اگه عجله دارید و خب وقت ندارید صبحانه بخورید چی میگید؟ I skip breakfast. I skip breakfast. کلمه skip یعنی رد کردن یا نخوردن. بیایید تمرین کنیم. I skip breakfast. البته که ما توصیه نمی کنیم صبحانه رو رد کنید. صبحانه مهمترین وعده غذاییه. Absolutely. Breakfast is the most important meal of the day. حالا آماده میشیم که از خونه خارج بشیم. اول باید مثلا دندونهامون رو مسواک بزنیم. I brush my teeth. I brush my teeth. کلمه brush یعنی مسواک زدن. الکس، چند بار در روز باید یعنی دندونهامون رو مسواک بزنیم؟ Well, dentists recommend brushing your teeth twice a day, once in the morning and once before bed. یعنی 2 بار در روز، صبح و شب. بیایید تمرین کنیم. I brush my teeth. I brush my teeth. و اگه میخواید خیلی دقیق باشید،
I brush my teeth for 2 minutes. I brush my teeth for 2 minutes. یعنی 2 دقیقه دندونهامو مسواک میزنم. حالا وقت آرایش کردنه. بانوان توجه کنید. I put on makeup. I put on makeup. Put on makeup یعنی آرایش کردن. الکس برای آقایون چی؟ Men might say I shave, meaning I shave my face. I shave یعنی صورتم رو اصلاح میکنم. تمرین کنیم. I put on makeup. I shave. عالیه. حالا خب. کیف یا کوله پشتیمون رو بر میداریم و میریم بیرون. I leave the house. I leave the house. leave یعنی ترک کردن. الکس، اگه بخوام بگم ساعت 8 از خونه خارج میشم چی بگم؟ You say, I leave the house at 8 o'clock. بیای با هم تمرین کنیم. I leave the house at 8 o'clock. یه نکته مهم. بعضیا میگن I leave home بدون the. هر دو درسته. Yes, both I leave the house and I leave home are, correct. حالا بریم سراغ رفتن به سر کار یا دانشگاه. الکس، اگه با ماشین برید چی میگید؟ I drive to work or I go to work by car. I drive to work یا I go to work by car. اگه با اتوبوس برید I take the bus to work. I take the bus to work. دقت کنید که برای وسایل نقل و انتقال عمومی میگیم take. الکس، مثالهای دیگه خب بزن. Sure. I take the train, I take the subway, I take a taxi. خیلی خوبه. و اگه پیاده برید I walk to work. I walk to work. یا اگه مثلا با دوچرخه I ride my bike to work. بیایید همه رو با هم تمرین کنیم. I drive to work. شما تکرار کنید. I take the bus to work. حالا شما. I walk to work. عالیه. حالا یعنی یه جمله کامل. من هر روز ساعت 9 به محل کارم میرسم. I arrive at work at 9 o'clock every day. I arrive at work at 9 o'clock every day. کلمه arrive یعنی رسیدن. تمرین کنیم. I arrive at work at 9 o'clock. خیلی خوبه. حالا بریم سراغ ظهر و بعد از ظهر. وقت نهاره. الکس، نهار خوردن چی میشه؟ I have lunch. I have lunch. دقیقاً مثل صبحانه. میگیم have lunch. اگه بخواید بگید کجا یعنی نهار میخورید چی؟ I have lunch at the office. Or I have lunch at a restaurant. در دفتر یا رستوران. و اگه نهار آوردید از خونه I bring my lunch from home. I bring my lunch from home. کلمه bring یعنی آوردن. تمرین کنیم. I have lunch at noon. I bring my lunch from home. حالا بعد از نهار معمولاً خب یه استراحت کوتاه میکنیم. I take a break. I take a break. یادتونه که گفتیم take a break؟ بیای تمرین کنیم. I take a break after lunch. یعنی بعد از نهار استراحت میکنم. و اگه مثلا قهوه بخوری چی؟ I have a cup of coffee. I have a cup of coffee. یه فنجان قهوه. الکس، بعضیا میگن coffee break. درسته؟ Yes, coffee break is very common. It means a short break to have coffee. یعنی یه وقفه کوتاه برای نوشیدن قهوه. عالیه. حالا کارمون تموم شد و برمیگردیم خونه. الکس، چطور بگیم؟ I leave work at 5 o'clock. I leave work at 5 o'clock. یعنی خب ساعت 5 از سر کار خارج میشم. و I go home. I go home. یعنی به خونه میرم. یا I get home at 6 o'clock. I get home. یعنی به خونه میرسم. تفاوتش چیه الکس؟ So, go home means you're traveling to your house. Get home means arrive at your house. پس go home مسیر رفتنه و get home رسیدنه. بیای تمرین کنیم. I leave work at 5. I get home at 6. خیلی خوبه. حالا که یعنی به خونه رسیدیم، اولین کار چیه؟ معمولاً لباسامون رو عوض میکنیم. I change my clothes. I change my clothes. یا اگه مثلا لباس راحتی بپوشید I change into comfortable clothes. I change into comfortable clothes. تمرین کنیم. I change my clothes when I get home.
حالا وقت شامه. شام چی میشه الکس؟ Dinner. I have dinner. I have dinner. یا I make dinner or I cook dinner. I make dinner. یا I cook dinner. اگه خودتون شام درست کنید. الکس تفاوتش چیه؟ Well, make dinner and cook dinner are almost the same, but cook emphasizes the actual cooking process. پس cook بیشتر روی پخت و پز تاکید داره. بیایید تمرین کنیم. I have dinner at 7. I cook dinner for my family. عالیه. و بعد از شام معمولاً خب ظرفا رو میشوریم. I wash the dishes or I do the dishes. I wash the dishes یا I do the dishes. هر دو یعنی ظرف شستن. تمرین کنیم؟ I wash the dishes after dinner. یعنی بعد از شام ظرفا رو میشورم. حالا وقت استراحته. شبا معمولاً چیکار میکنید؟ تلویزیون نگاه میکنید؟ I watch TV. I watch TV یا I watch a movie. I watch a series. فیلم یا سریال. و اگه خب کتاب بخونید؟ I read a book. I read a book. الکس اگه با تلفن بازی کنید چی؟ I play games on my phone or I browse social media. I browse social media. یعنی شبکه‌های اجتماعی رو مثلا چک میکنم. بیایید تمرین کنیم. I watch TV in the evening. I read a book before bed. خیلی خوبه. و اگه با خانواده وقت بگذرونید چی؟ I spent time with my family. I spend time with my family. کلمه spend time یعنی وقت گذروندن. تمرین کنیم. I spend time with my family. حالا نزدیک موقع خوابه. قبل از خواب چی کار میکنید؟ دوباره یعنی دندونهاتون رو مسواک میزنید. I brush my teeth before bed. I brush my teeth before bed. Before bed یعنی خب قبل از خواب. و بعد I go to bed. I go to bed یعنی به رخت خواب میرم. الکس تفاوت go to bed و sleep چیه؟ So, go to bed means you lie down in your bed. Sleep means you're actually sleeping. For example, I go to bed at 10, but I fall asleep at 11. خیلی مهمه. Go to bed یعنی به رخت خواب رفتن. اما fall asleep یعنی به خواب رفتن. بیایید تمرین کنیم. I go to bed at 10 o'clock. I fall asleep quickly. I fall asleep quickly یعنی سریع به خواب میرم. و در آخر I sleep for 8 hours. I sleep for 8 hours یعنی خب 8 ساعت میخوابم. تمرین کنیم. I sleep for 8 hours every night. عالی بود. حالا بیایید یه روز کامل رو با هم مرور کنیم. الکس تو شروع کن. Okay. I wake up at 7. I take a shower. I get dressed. I have breakfast. بعد I brush my teeth. I leave the house at 8. I drive to work. خیلی خوبه. ادامه بده. I arrive at work at 9. I have lunch at noon. I leave work at 5. و شب I get home at 6. I cook dinner. I watch TV. I go to bed at 10. عالی بود الکس. حالا شما عزیزان هم همینطور تمرین کنید. یه روز کامل از زندگیتون رو یعنی به انگلیسی توصیف کنید. And remember, everyone's routine is different. You can change these phrases to match your own life. دقیقاً. این جملات غالب هستن. شما میتونید ساعتها و فعالیتها رو عوض کنید. حالا یه نکته خیلی مهم. وقتی درباره رودال روزانه حرف میزنید، از زمان حال ساده استفاده میکنید. That's right. We use the present simple tense for daily routines. I wake up. I go to work. I have dinner. و یادتون باشه که برای نفر سوم شخص مفرد مثلا او یا اسم یک نفر فعل اس میگیره. مثلا He wakes up at 7. She goes to work by bus. My brother has lunch at noon. خیلی مهمه که این رو یادتون باشه. الکس، یه تمرین کوچیک برای دوستان ما داری؟ Sure. Try to write down your own daily routine in English. Start with I wake up and, go through your whole day.
عالیه. و یه تمرین دیگه. درباره روزانه یکی از اعضای خانواده‌تون بگید. مثلا My mother wakes up at 6. She makes breakfast. That's a great way to practice using he and she forms too. امروز بیش از 30 جمله و عبارت کاربردی درباره روزانه زندگی یاد گرفتیم. از بیدار شدن صبح تا خوابیدن شب. الکس، نصیحت آخرت چیه؟ Practice every day. Try to think in English about what you're doing. When you wake up, say, I'm waking up. When you eat, say, I'm having breakfast. خیلی عالیه. فکر کردن به انگلیسی خیلی مهمه. به جای اینکه مثلا فارسی فکر کنید و بعد ترجمه کنید، سعی کنید مستقیم به انگلیسی فکر کنید. And don't worry about making mistakes. The more you practice, the more natural it becomes. دقیقاً. اشتباه کردن طبیعیه. مهم اینه که تمرین کنید. این پادکست رو چند بار گوش کنید. جملات رو بلند بگید. روتین خودتون رو یعنی به انگلیسی بنویسید. And if you found this helpful, please like and subscribe. Let us know in the comments which phrase was most useful for you. بله، ما خیلی دوست داریم نظرات شما رو بخونیم. بگید کدوم جمله براتون جالب تر بود یا کدوم بخش رو بیشتر دوست داشتید. و اگه موضوع خاصی رو میخواید که یاد بگیرید، حتما بهمون بگید. We read all your comments and your feedback helps us make better content for you. ممنون که تا آخر همراه ما بودید عزیزان. امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه. تمرین کنید، تسلط پیدا می‌کنید. You can do this. We believe in you. Keep practicing and you'll see improvement every day. در قسمت بعدی درباره خرید و رستوران حرف میزنیم. پس حتما ما رو دنبال کنید. تا قسمت بعدی، خداحافظ. Goodbye everyone. Keep practicing your daily routine phrases and we'll see you in the next episode. خداحافظ. به امید دیدار.